ای داد ای بیداد، ما کم روز زن و دختر داشتیم. 8 مارس دیگه چی بود؟ میگن روز جهانی زنه، یعنی مردای جهان الان در همچین روزی چه حس مشترکی دارن، چه حالی هست؟ من که میدونم فقط دنبالن یه جا برن قایم بشن بپیچونن امروز فقط بگذره. و از همه مردای جهان بدبخت‌تر مردای ایرانی هست. فکر کن ایام آخر سال و خون تکونی و خرید عید و بیپولی 8 مارس هم اضافه شد. خدایا خودت ما رو. به خاطر همین است که میگویند مردن برای زنی که عاشق او هستی از زندگی کردن با او آسان‌تر است. هر زنی در زندگی 2 مرد را بسیار دوست می‌دارد. مردی که زایده تخیلات اوست و دیگری هنوز به دنیا نیامده است. هشتگ 8 مارس درسته توی حلم. زن زیبا بود در این زمان